خلاصه کتاب داستان دو شهر اثر چارلز دیکنز. بهترین زمان بود، بدترین زمان بود. با این جمله مشهور چارلز دیکنز رمان جاودانه اش داستان دو شهر را آغاز می کند. داستانی که در میان طوفان انقلاب فرانسه می گذرد و سرنوشت انسانهایی را روایت می کنه که عشق، فداکاری و رستگاری اونها را به هم پیوند می دهد. دکتر الکساندر مانه، پزشک فرانسوی، بیگناه به مدت 18 سال در زندان باستیل زندانی بوده است. وقتی آزاد میشه شکسته و فراموش شده است. دخترش لوسی او را به لندن میبره و با عشق و مهربانیش روح خسته پدر را دوباره زنده میکند. در لندن لوسی با مردی نجیب زاده و مهربان به نام چارلز دارنی آشنا میشه. دارنی از خانواده اشرافی در فرانسه است، اما به خاطر ظلم و بیرحمی خانواده‌اش از نام و مقام خود چشم پوشی کرده است. عموی او مارکیز اورموند نماد اشرافیت بی‌وجدان فرانسه است که بیرحمیش آتش انقلاب را شعله‌ور می‌کند. دارنی و لوسی عاشق یکدیگر می‌شوند و با وجود گذشته تاریک خانواده دارنی با هم ازدواج کرده و در لندن زندگی آرامی می‌سازند. اما در سایه این عشق مرد دیگری نیز دل در گرو لوسی دارد. سیدنی کارتن، وکیل خسته و بی‌انگیزه‌ای که زندگیش را پوچ می‌داند. او در ظاهر آدمی سرد و بی‌احساس است، اما در درون روحی عاشق و شریف دارد. محبت و پاکی لوسی در او نوری تازه می‌افروزد و باعث میشه در خودش نشانه‌ای از انسانیت بیابد. با آغاز انقلاب فرانسه، پاریس به جهنمی خونین تبدیل میشه. مردم علیه اشراف برخاستند و دارنی که برای کمک به یکی از خدمتکاران قدیمیش به فرانسه برمیگرده، به جرم اشراف زادگی دستگیر میشه. لوسی و پدرش به فرانسه میرن تا دارنی را نجات دهند، اما دارنی محکوم به مرگ با گیوتین میشه. در همین زمان سیدنی کارتن، همون وکیل خسته و بی‌انگیزه، تصمیمی بزرگ میگیره. او به دلیل شباهت چهره اش با دارنی خودش رو جای اون میزنه و به جای او پای گیوتین میره. دارنی همراه لوسی و فرزندانش به انگلستان میگریزد و کارتن جان خودش را فدای عشق بی‌پاسخ خودش میکنه. در واپسین لحظات زندگی او با آرامش زمزمه میکند: این کاری است بسیار بهتر از هر آنچه تا کنون کردم و این آرامشی است بسیار عمیق‌تر از هر آرامشی که تا کنون شناختم. او با مرگ خودش به رستگاری میرسه و معنای تازه‌ای به زندگی میبخشد. داستان دو شهر یادآور این حقیقت است که حتی در تاریک‌ترین زمانها نور نیکی و عشق میتونه راه رو روشن کنه.